برشوبه که جورایی شبیه جاده چالوس و جاده های شمالی خودمون و یاد خاطرات شما رو تو این غربت برای آدم زنده میکنه. اتوبوس هم همطور که دیدین رد شد از داونتاون ونکوور میاد تا برشوبه و مسافر جابجا میکنه. فیلمو میگیرم که با طبیعت زیبای ونکوور بیشتر آشنا بشیم و ما اینا رو میبینیم ولی فکرمون و همه چی دلبستگیمون ریشمون ایرانه. امیدوارم یه روزی بشه که همه با دل خوش تو ایران عزیزمون زندگی بکنیم و غربت رو ترک بکنیم، با خانواده هامون باشیم، با فامیل باشیم، با دوست، بچه محلا، همه دوستای بسیار خوب و عزیزی که اینجا هم که این سر دنیا ما هستیم ما رو فراموش نکردن، یادمون میکنن، تماس میگیرن و موجب دلگرمی ما هستن. اینه که اینجا هم با تمام این زیبایی هایی که داره دلش پیش وطنه و دوست داره که وطنش باشه، ایران زندگی کنه و اینجا خوبه برای اینکه بیای سفر کنیم و این زیبایی ها رو ببینیم، طبیعت رو ببینیم، اقیانوس رو ببینیم، مناظر زیباش و با یک قاره دیگه، با یک کشور دیگه آشنا بشی. لذت ببری و برگردی دوباره تو وطنت. هرچند که اینجا هم زیبا باشه ولی وطن آدم نیست. کدام دوستمون، شاعرمون این شهر قشنگ است ولی این خانه من نیست. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم هر جا که هستین شاد باشین، کنار هم از بودن با هم لذت ببریم، از این دنیایی که امروزش به فرداش و ساعتش و هیچ چیزش مشخص نیست. فقط تو لحظه سعی کنید از زندگیتون لذت ببرید، از بودن با هم لذت ببرید، فارغ از تمام مشکلات و مسائل اجتماعی که وجود داره. هیچ چیزی باعث نشه که ما دور از هم بمونیم. تا ویدئوهای بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم.